سلام رفقا، چطورین؟ آقا خوش اومدین به ویدیو امروز. ممنون میشم اول از همه دکمه حسابو بزنین و ویدیو رو لایک کنین و یه کامنت انگلیسی هم برام بزنین که یوتیوب حسابتون رو نپرونه. خیلی ممنون میشم، واقعا کمک بزرگه. خب ویدیو امروز آموزش گرفتن 117 متیک جدیده هست که میتونین هم رایگان بگیرین، هم میتونین با یه کارتای مخصوص خودشه بخرین با سی پی. ولی من امروز اومدم بهتون یاد بدم که اینو کاملا رایگان بگیریم و فکر کنم اولین نفری هم هستم که اومدم واقعا روش درستشو بهت بگم، نه چرت و پرت که خودم دارم امتحان میکنم و خیلی از کارتاشو فعلا جمع کردم. آقا شما الان تو تصویر ببینین. خب همونجور که دارین تو تصویر میبینین، اینجا دارین میبینین یه باکس متیکه. الان من اینو داخلشو میزنم، ببینین شما وقتی اینو بزنین به تو شانسی یه کدومشو میده که یکیش 200 تاه، که یعنی من باگی که میخوام بهتون بگم این کارو بکنین امکان داره 200 رو بگیرین و 117 متیکو بگیرین، تموم شد و رفت. کلا 200 کارت میخواد. شما شاید 100 تا هم بگیرین، 100 تا خودتون جمع کنین راحت میتونین بگیرینش. آقا اولین کار برای اینکه جعبه بتونین جمع کنین چیه؟ کلا جعبه جمع کنین بتونین تکی تکی بگیرین. اولین کار اینه که شما باید اسمش چیه، هر روز 4 دست یا 5 دست مولتی بزنین و 6 دست یا 5 دست هم بتل بزنین. این اولین نکته. نکته دوم میرسیم به همون امتیازی که یه جعبه متیکه که 200 بهتون احتمال داره کارت بده. بچه ببینید شما باید ایونتش رو تا ته برین که ایونت شما هر روز تو استوریو میگیم چون خیلی داره، ولی 90% ایونت هاش اینه که شما باید هر روز چند مچ مولتی و چند مچ بتل بزنین. شما که اینو بزنین هر روز این خودش میره جلوتر تا برسین به باکس متیک. وقتی رسیدیم به باکس متیک، من اینو به یه دوستام گفتم، من یکم گشادیم کشید انجام ندادم خودم، ولی یه دوستام این روش امتحان کرده 100 تا یا 200 تا دقیق یادم نمیاد بهش داده بود که شانستون رو خیلی میبره بالا که بهتون بده. شما برای این کار نیاز دارین که یه فیلتر شکن روشن کنین. من تو نصف آموزشام میگم فیلتر شکن رو روشن کنین، چون نتتون رو کلا ضعیف میکنه، یکم شانستون بیشتر میشه. خیلی من امتحان کردم خیلی جا با فیلتر خیلی شانسم بیشتر شده. فیلترتون رو روشن کنین وقتی خواستین باکس رو بزنین و چند بار روی 200 بزنین، همینجوری کلیک کنین، بعد بذارین روی یه دونه و باکس رو بزنین. احتمال خیلی زیاد بهتون 200 رو بده که دیگه یه بار 117 متیک رو میگیرین. کلا کارت 200 میخواد و وقتی این کار رو بکنین راحت میگیرین. تموم شد و رفت. همین، هیچ چیز سختی نداره. خیلی اومدن گندش کردن سخت و اینا، نه هیچ چیز سختی نداره. سوالی هم داشتین تو کامنت ها بپرسیم جواب میدم. خیلی عشقین، چاکر همتون. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. ممنون میشم دکمه لایک و ساب ویدیو رو بزنین و یه کامنت انگلیسی برام بذارین. خیلی عشقین، چاکرم.